چوکشهر یکی از مناطق زیبا و کوهستانی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی است. این منطقه در دامنه پایین دست کوه بلند و معروف شاه مشهد واقع شده و چشمانداز طبیعی و آرامش بخشی را ارائه می‌دهد. زمین‌های زراعتی و باغ‌های سرسبز این منطقه نشانه‌ای از تلاش و زحمت مردم برای تأمین معیشتشون است. در چکشهر یک مکتب نیز وجود دارد که به کودکان و نوجوانان این منطقه خدمات آموزشی ارائه می‌دهد و نقش مهمی در پیشرفت آموزشی و فرهنگی مردم ایفا می‌کند. خانه‌های محلی این منطقه به صورت سنتی ساخته شده و به زیبایی طبیعی محیط افزوده‌اند. مردم چکشهر اغلب به کشاورزی و مالداری مشغول هستند و فرهنگ و رسوم خاص خود را دارند که نشان دهنده پیوند عمیق آنان با طبیعت و محیط زندگیشان است. با وجود امکانات محدود، مردم این منطقه با روحیه‌های قوی و همبستگی اجتماعی به زندگی خود ادامه می‌دهند. چکشهر به دلیل نزدیکی به کوه شاه مشهد و طبیعت زیبا، پتانسیل توسعه گردشگری را نیز داراست.